به نام خدای ایرانیان و با درود خدمت همه همیهنانم در سراسر جهان. ابتدا و انتها و مرکز و همه چی من ایران است. خدای من هم خدای ایران است. هموطن من هم هموطن ایرانی من است. ایران، ایران و ایران. پر واضح است که خدای ایران هم زیباترین، بخشنده ترین، عاشق ترین، جذابترین خدای عالمیان است. به همین خاطر میگم که درود بر ایرانیان و به نام خدای ایران، چون خدای ایران خدای ایرانیان است. میتواند خدای جهانیان هم باشد، اما وقتی که پسوند خدای ایران را در ابتدای برنامه میارم حالم خوب میشه، چون قطع به یقین اگر آفریننده بزرگی هست مال همه است، ایران و غیر ایران. ولی همین که من صفت رو و این پسوند رو بعد از ایران استفاده میکنم و میگم به نام، یا پیشوند استفاده میکنم و میگم به نام خدای ایران، این یک معنای انرژی بخشی برای من دارد که بگم به شنونده، به هر آن کس که میخواد قضاوت کنه، بگم که من یک ایرانی گرا هستم. من اگر خداپرستی هم میخوام بکنم، به واسطه حضورم در این خاک و قدر شناسی و نمک شناسی من نسبت به این خاک است که خدایی را به رسمیت میشناسم. و همین خاطر این فلسفه این درود که کلمه ایرانی است و یاد کردن از پروردگار، خداوندگار، نیز اتصال دارد به این درود، یعنی درود و به نام خدای ایران و ایرانیان. این از این بعد واژه و مرکز محور آغاز برنامه من است. این از این داستان درود که بسیاری، حتی آقای زیبا کلام در اون آخرین برنامه‌ای که با هم داشتیم به شوخی، البته به حالتی که شوخی در آن نمایان بود، گفت که من نمیدونستم که آقای عبداللهی هم آغازین کلام خود را با درود شروع می‌کند، یعنی کلام آغازینش درود است. و حالا یه شوخی هم با هم کردیم. این فلسفهش اینه، فلسفهش ایران است، فلسفهش ایران گرایی است. اگر نخواهیم بیش ازت توضیح بدیم و سوالات بسیار است، یعنی ظاهرا این اواخر نسبت به کلمه درود و سلام واکنش ها و ریاکشن ها زیاد شده، حساسیت ها زیاد شده. چرا؟ نمیدونم. به نظر من اینقدر نیاز به واکنش ندارد. من مسلمان شدم چون پدرم مسلمان بود و همین راحتی. اما ایرانی بودم، هستم، خواهم بود. ایران عقیده نیست، ایران حق انتخاب نیست، ایران مادر است، هیچ تعریفی ندارد، گریزی از آن نیست، گریزی از آن نیست. آیا می شود آدم مادرش را منکر شود؟ ما انتخاب نکردیم، مادر ما را انتخاب کرد. ما از بطن این مادریم. مانند عقیده نیست که امروز مسلمان باشم فردا مسیحی باشم. نسبت عقیده به نسبت وطن کاملا نسبت‌های متضادی هستند. فارغ از این که بخوایم بگیم کدومشون بهتر است کدومشون بدتر است، فارغ از این که من مخالف، یعنی مضاف بر این که من مخالف رفتن به سمت ایدئولوژی ملیگرایی هستم و مایل نیستم که ملیگرایی من تبدیل بشه به ایدئولوژی دگم سختگیرانه آنارشی یا به قول معروف شوینیستی بشه این نظریات من. خیر، ایرانگرایی من ایرانگرایی عقلانی است که اصلا ارتباطی به شکل و محتوای حکمرانی نداره. اصلا ایرانگرایی ما نباید به شکل و محتوای حکمرانی ارتباط داشته باشه. تو میتونی در این ایرانگرا باشی، در ایران باشی، به تمامیت ارضیت و تاریخ افتخار کنی، به زبان پارسی افتخار کنی، در این حال سیستم حکمرانی لیبرال دموکراسی باشه، پادشاهی مشروطه باشه، جمهوری باشه، دیکتاتوری باشه، عرضم به حضورتون نظامی باشه، اما ایرانگرا باشه. اصلا ارتباطی به شکل حکومت نداره ایرانگرا بودن. و من کاملا مخالفم که ملیگرایی ما تبدیل بشه ایدئولوژی مانند آنچه که هیتلر بنا نهاد. این کاملا سم است برای ملت. حوادث اتفاقات خیلی زیادن. امشب من واقعا بیشتر تمایل دارم که به پرسش ها پاسخ بدم، بیشتر تمایل دارم که به سوالات بینندگان پاسخ بدم و این هم انگار که
اینجوری خودمونی تر و بهتره. نظر شما چیه بچه‌ها؟ بله، اخبار زیاده از مرگ مشکوک زندانیان، از مرگ مشکوک فعالان سیاسی تا ادامه دار بودن زندانی های سیاسی تا تجمع تندروها مقابل کاخ دادگستری برای اینکه آقای سلیمانی اردستانی رو دستگیر کنند. برنامه امشب اما توضیحات من درباره آینده ایرانه که چه خواهد شد. این برنامه، این کانال اسمش چی هست؟ راه و چاه. من از نظر خودم، برداشت شخصی من اینه که جمهوری اسلامی در آینده ایران هیچ حضوری و آینده‌ای نخواهد داشت. یعنی ما دوره گذار از نظر من از سال 1401 آغاز شده. یعنی ما ببخشید یعنی ما 3 ساله که دوره گذارمون آغاز شده. بنابراین این که مثلا بعضی دوستان میگن چی میشه، باید بگم که آقایون خانم و هموطنان عزیزم، ما در دوره گذار هستیم و در این دوره گذار باید خانه‌های خالی حکمرانی رو پر بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه باید از تجربیات تاریخی خودمون استفاده کنیم و ببینیم که چه موارد و مطالبی رو نباید در آینده داشته باشیم و چه امکانات و ابزارها و مواردی رو باید داشته باشیم و خانه ها را از معضلات و گرفتاری ها و تجربیات بد خالی کنیم و جای آن موارد مثبت و تجربیات خوب بشری رو جایگزین کنیم. در بسیاری از موارد، در بسیاری از حوزه‌ها چرخ اختراع شده. در بسیاری از مسائل حکمرانی تقریبا همه چی روشنه. حکمرانی در جهان به ما میگه که باید چیکار کنیم. اینقدر تجربه بشر ما در اختیار داریم که از نوع سخت اقتصادیشو بتونیم از چین وام بگیریم، از نوع نرم دموکراتیکش رو بتونیم از سوئد و نروژ و آمریکا و استرالیا وام بگیریم. اینقدر وام دهندگان بدون بهره در جهان هستند که میتوانند تجربیات حکمرانی خودشون رو در اختیار ما بگذارند و ما از حیث استفاده از تجربیات جهان دستمون به شدت بازه. یعنی ما در آینده نزدیک، در ماهای آینده، در سال آینده انشالله میتوانیم بشینیم روی میز ایران و نسخه های متعددی از حکمرانی رو پیش روی خودمون بذاریم و انتخاب بکنیم. اینقدر که تنوع خوب در شیوه حکمرانی در جهان هست. پس بنابراین قاطعانه میگم ما نباید نگران شکل و محتوای حکمرانی باشیم، چون تجربیات مشابه بشری، بشر دموکراتیک، بشر توسعه یافته، بشر توسعه گرا پیش روی ماست و نباید از این باب نگران باشیم که چه باید بکنیم. تنها وظیفه‌ای که ما داریم در این دوره گذاری که در آن قرار داریم این هست که جاهای پوسیده، زنگ زده یا خالی رو با موارد و تجربیات خوب پر بکنیم. تمام. حالا این به چه شکلی، به چه شیوهی، در چه زمانی و با کدوم مکانیزم باید انجام بشه جای بحث داره. این جایی است که من میگم میز بزرگ ایران باید تشکیل بشه. در مورد میز بزرگ ایران چند بار صحبت کردیم، اما باز هم باید صحبت بکنیم و امشب اصلا تمایلی ندارم به این وادی برم. فقط میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای در ایران ندارد. جمهوری اسلامی شامل افراد نیست. جمهوری اسلامی شامل اصناف نیست. جمهوری اسلامی شامل این گروه و اون گروه نیست. جمهوری اسلامی شامل یک مفهوم مخرب پیرو سخن احمد کسروی است. جمهوری اسلامی یک محتوایی است که احمد کسروی به ما وعده داده بود که روحانیت یا آخوندها یک حکومت از ما طلبکارند یا برعکسش ما یک حکومت با آخوندها بدهکاریم. لذا ما در سال 57 دو تا اتفاق افتاد. یک اتفاق این بود که شیخ فضلالله نوری معدوم مشروطه، معدوم فوش نیست، معدوم یعنی اعدام شده.
شیخ فضل الله نوری معدوم مشروطه انتقام خود را از مشروطه خواهان در 57 گرفت. شیخ فضل الله نوری مخالف سرسخت قانونگرایی و عرفگرایی و مشروطه، معدوم مشروطه، اعدام شده مشروطه، محکوم مشروطه در سال 57. این دوبار تکرار میکنم، منظور دارم. در 57 انتقام خود را از قانونگرایان، مشروطه خواهان، دموکراسی خواهان گرفت. این یه دونه. دومین موردی که پیش اومد این بود: ایران بدهی خود را به آخوندها داد. یا آخوندها توانستند آرزوهای خود را در انقلاب محقق بکنن و حاکم بشن بر ایران. و اون سخن احمد کسروی که گفته بود ایران یک حکومت به آخوندها بدهکار است محقق شد. یک، انتقام شیخ فضل الله نوری از مشروطه خواهان. دو، وعده احمد کسروی. این دو اتفاق افتاد و ما وارد یک جریان عجیب و غریب شدیم. البته ناگفته نماند، ناگفته پیداست، بدیهی و مبرهن است، قول آقای زیبا کلام، که ما یعنی انقلابیون، که من البته جز انقلابیون نبودم ولی در انقلاب سن و سالی داشتم تا حدودی، که ما نمیدانستیم اون موقع، آن زمان، یعنی ایرانیان نمیدانستن که این دوتا اتفاق رخ داده. این امروز فهمیدیم، امروز متوجه شدیم که این دو اتفاق افتاده. یک، شاگردان یا گفتمان شیخ فضل الله انتقام خودش رو از گفتمان علی اکبر سیاسی، ده خدا، محمد تقی یادم رفت، از آقایان بهبهانی، آقای طباطبایی، از سردار اسد بختیاری، از ستارخان و باقرخان، از سپهدار تنکابونی، از بسیان، از خیلی ها از مشروطه خواهان، خیلی هاشو من الان فراموش کردم. شاگردان گفتمان شیخ فضل الله گرفت انتقامش رو. و دو، اتفاقی که افتاد، بدهی رو ما به آخوندها دادیم، تمام شد. ما بعدا متوجه شدیم که موضوع این بوده. توانستند هژمون و استیلای خودشون رو بر کشور ایران برای 47 سال برقرار بکنن. من رسما بخوام ملت ایران بگم، من به سهم خودم اگر در سالیان بعد از انقلاب 1%، یک خط، یک پاراگراف، یک ویرگول به نفع انقلاب اسلامی سخن گفتم، رسما عذرخواهی میکنم. شاید من هم مثلا سال 67، 68، 69 یا 79 که روزنامه نگار شدم، خطی، جمله‌ای، فعلی، ویرگولی در حمایت از این انقلاب گفته باشم. و همینجا عذرخواهی میکنم. ضمن این که باید تاکید کنم، من هرگز همراه این انقلاب نبودم. چرا؟ باید اعتراف کنم که تلاش زیادی کردم که بخش جمهوریت این نظام تقویت بشه و بر کسی هم پوشیده نیست که من چقدر برای جمهوریت تلاش کردم. اصلا حزبی که ما تأسیس کردیم حزب جمهوریت بود. البته من یکی از اعضای اون بودم. من برای جمهوریت تلاش کردم، جمهوریتی که در همین انقلاب اسلامی بود. من برای حاکم شدن فرهنگ تشکل و حزبگرایی و حکومت حزبی تلاش کردم و برنامه رکن 3 رو در دیدار نیوز کلید زدم. ببخشید. این البته ربطی به تایید انقلاب 57 ندارد. ما یک امکانی در کشور بود، یک پنجره‌های رسانه‌ای باز بود و ما از این پنجره‌ها استفاده کردیم و در بعد تقویت جمهوریت نظام جمهوری اسلامی تلاش کردیم که این بعد قوی بشه و مفاهیم و المان‌های جمهوریت و جمهوری خواهی و دموکراسی در اینجا حاکم بشه. چرا من این تلاش رو کردم؟ چون یک بنمایه‌ها و متریال‌ها و فونداسیون‌هایی از جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجود بود. اگر به اینجا کتاب قانون اینجا بود بهتون میگفتم، اگر به اصول قانون اساسی مراجعه کنید متوجه میشید که تا چه میزان ظرفیت در همین قانون گنجانده شده که بسیاری از روشنفکران اول انقلاب مانند افراد حاضر در نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، افراد تکنوکراتی که جمهوری خواه بودن، آدمای باسوادی که در دانشگاه ها و
و انقلاب بودن، در مسیر انقلاب بودن. حقوقدانانی مانند آقای لاهیجی و دیگر حقوقدانان و حتی روحانیت، تعدادی از روحانیون توسعه گرا بودند که در تصویب و تعریف برخی از اصول قانون اساسی، اصول مترقی قانون اساسی حضور داشتن و دخالت داشتن. لذا برای این موجودی، برای این حیثیت، برای این مفهوم، من سعی کردم که در جمهوری اسلامی این بعد از نظام حکمرانی رو تقویت بکنم. ولی به طور کلی من در جریان در واقع تایید جمهوری اسلامی سال 57 هرگز نبودم، ولی در این نظام کار کردم. این دو تا باقی. لذا همون میزان به اندازه شاید خیلی کم، یعنی به نسبت به همسن سالای من، نسبت به همکاران من در جای مختلف، من کمترین نسبت رو با این نظام دارم، اما با همین کمترین نسبت عذرخواهی هم میکنم بابت آنچه که از سر مردم آمده. پس بنابراین میخوام به این نقطه برسیم و به این اصل برسیم که جمهوری اسلامی در اینجا آینده ندارد و ما دو راه داریم. دو راه. یک راه افرادی هستند در درون نظام جمهوری اسلامی که دارای قدرت و نفوذند، مانند افرادی مانند آقای خاتمی، آقای تاجزاده، درسته، آقای موسوی و ملیگراهای اینها در حاشیه نظام و روزنامه‌نگاران اهل قلم، افرادی که مانند آقای سلیمانی اردستانی، روحانیت مستقل و دیگران. یه راه اینه که این افراد بتوانند این نسخه بزرگ برسن و دعوت کنند از همه خواستگاه‌ها از جمله مشروطی پادشاهی خواهان بیان و روی میز ایران مسالمت آمیز به نسخه‌ای از رفراندوم برسن. این یه راهه. راه دیگر انتظار کشیدن تا یک انقلابه. ما در آستانه یک انقلابی، یعنی دو راه داریم. یکی اون راه مسالمت آمیز و گذار بدون خونریزی و گذار توافقی توسط همه خواستگاه‌ها دور میز ایران. نه اسمش اصلاحه نه اصلاحاته، اسمش انقلاب فرهنگیه، نه اسمش انقلاب بدون خونریزیه، اسمش یک چنچ بدون خونریزیه، اسمش هر چی میخوای بذارید، یک حالت آرامه. یه راه اونه که تنها و تنها زمانی به درستی محقق میشه که هم پادشاهی خواه، هم جمهوری خواه، هم معتقد به حکومت نظامی، هم معتقد به حکومت اسلامی، فرق نمیکنه، همه حضور داشته باشن، هر کس حرف خود را بزند، به مشترکاتی برسن، ولی اختلافات رو به رأی مردم بذارن. به مشترکاتی برسن، اختلافات را به رأی مردم بگذارن. این یه راه. راه دیگر هم براندازی و انقلاب سخت و شدید است که البته من هرگز و هرگز نه خودم در آنجا شرکت خواهم کرد، عضوی از جامعه انقلابی نخواهم بود، چون من هرگز هیچ انقلابی رو نمیپذیرم. بهترین انقلاب رو نمیپذیرم، بهترین انقلاب رو هم سم میدونم، اما من که نمیتونم مانع آن بشم و احتمال بسیار زیاد ما به سمت دومی خواهیم رفت. چرا؟ چون هیچ نشانه‌ای عاقلانه‌ای، هیچ نشانه‌ای دال بر این که جمهوری اسلامی حکامان تلاش دارن از این راه اولی که راه مسالمت آمیزی است بخوان اقدام کنن وجود نداره. همه در یک حالت انتظار چه کنم گیر کردن. از بالاترین تا پایین‌ترین شخص این نظام نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته. باور کنید همه دیدین توی دو میدانی رقبا توی خطهای موازی اینجوری با زانو میشینن و یه پا رو زمین میذارن و آماده استارت مسابقه، آماده اون شلیک هستن. بسیاری در جمهوری اسلامی هستن که کیفاشون بسته است و بارها رو فرستادن، پیشبارها رو فرستادن. این رو یک دوست به من گفت، یک دوست از آمریکا تلفنی به من گفت آقای عبداللهی، خانم فلانی به من گفته که بنگاداره، خانمی که این دوست من از اون یاد کرد بنگاداره، به من گفته که
در 2 سال گذشته 700 تا خونه بالای 500 میلیون دلار، 500,000 دلار ببخشید. گفت این خانم من گفت که در آمریکا 700 تا خونه بالای 500,000 دلار به ایرانیان آقازاده ها فروختم. گفت هر چی که داشتم اسمشو میگفتم، عذرخواهی میکنم. به من گفت اون دوستم، گفت هر چی از اون خانم خواستم اصرار کردم که اسم 4 نفر شما بگو، گفت من وکیلم، من نمیتونم که موکلم رو لو بدم، نمیتونم خیانت کنم، ولی فلانی همین مقدار بدون. این خانم میگفت همین مقدار بدون که بسیاری پیشبارهای خود را فرستادند. پیشبارها. ما در واقع عشایری قدیم یه حرکت داشتیم که عشایر از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر میرفت و ابزارش هم در دوره‌ای که در ییلاق و قشلاق یا بالعکس میرفت، ابزارش چادر بود. این سیاه چادر رو هر وقت که یه جا خسته میشدن اتراق میکردن، علمش میکردن و استراحت میکردن تا روز بعد که دوباره روزی از نو بار بکنن و برن تا به مقصد. موقعی که مقصد میرسیدن اونجا دیگه ساختمان داشتن، ولی برای 1 ماه 20 روز 10 روز هر مقداری که در مسیر ییلاق و قشلاق بودن هر جا که خسته میشدن غروب اتراق میکردن بغل یه چشمه‌ای، دشتی، جایی که هم علوفه برای دامشون باشه هم آب برای خوردن خودشون باشه، اتراق میکردن و به قول معروف بار میانداختند. اما این عشایر قبل از اینکه از مبدأ به مقصد حرکت کنن، یه 2 نفر 3 نفر یا اگر مثلا زیاد بودن 10 نفر نمایندگی از 10 تا خانواده، بارهایی که سنگین بود و مانع چابکی مجموعی در حرکت میشد، این بارها رو میدادن به اینها و با ماشین یا با حیوانات 4 پا اینا ارسال میکردن به مقصد و پیشبار میگفتن اینا رو. اینا پیشبارا رو میبردن و منتظر میموندن تا بقیه خانواده یواش یواش آرام آرام با عشقی که نسبت به طبیعت داشتن وای میستادن بین راه، طبیعت استفاده میکردن، طبیعت های متنوع، تا به 1 ماه 10 روز 20 روز بستگی هم داشت برسن به مقصد. این پیشباره. این دوست بنگادار ما، اون خانم که به دوست من میگفت اینا پیشباراشون رو فرستادن. یعنی جا، یعنی مسکن، مدرسه بچه، دانشگاه بچه بزرگتر، همین اینها رو بسیاری از این عوامل و اولیگارش های جمهوری اسلامی آماده کردن، رفتن و جای خود رو پیدا کردن. این رو آمار داره میگه. ما دوستان زیادی در آمریکا داریم، درستی خودم مستضعفم، اما دوستان بسیار زیادی در آمریکا، در آلمان، در کشورهای اروپایی دارم که دست اندر کار هستند در اقتصادها و در صنعت آمریکا، در اقتصاد و صنعت اروپا، در خدمات اروپا و آمریکا، در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا. و اینها به ما میگن که وضعیت به چه صورته در کانادا بخصوص. ولی ایالات متحده آماری که من دارم از 1 نفر دارم. جناب دکتر منجزی هم تشریف آوردن. ببخشید آقای دکتر منجزی، من چون مشغول صحبت بودم متوجه حضور شما نشدم. بله، آقای دکتر منجزی از جمله افرادی است که تجربیات پیشبار پسبار رو داره. پیشبار چیست؟ پسبار چیست؟ بار کردن و بار انداختن چیست؟ وارگه یا بارگاه چیست؟ اونجایی که در واقع میگن بارگه، به قول آقای دکتر منجزی بارگاه، جایی که یه جایی رو درست میکردن برای اینکه چادر اونجا نصب کنن میگفتن بارگه، که آقای دکتر منجزی تو پرانتز آورده بارگاه، یعنی ترجمهش کرد. نمیدونم، این قسمتش من نمیدونستم. بله آقای دکتر متوجه شدم. لذا بحث ما اینم نیست. الان یه مثالی می‌خواستم بزنم. این به این صورته. رفتند. میخوام اینو بگم. آمادند. پیش از هر کسی عوامل نزدیک به حکومت آماده روز محشر یا روز واقعه هستند. روز واقعی که بسیاری
منتظرشن. من از خدای بزرگ، از خدای ایران میخوام آن روز، یعنی روز واقعه، روزی بدون خونریزی و روزی باشه با پشتوانه و کمک عقلانیت مانع بشه از اینکه مردم ما به جون هم بیفتند و مانند سال 57 کسی حاکم بشه و دیگران را به رگبار ببنده. من از خدای ایران میخوام که به داد این ملت برسم و از خدای ایران میخوام که اینقدر عقل در کله 10 نفر اولین نظام بذاره، 20 نفر اولین نظام بذاره و خودشون بنیانگذار یک جلسه گذار بشن. از خدای ایران میخوام که این رو در مغز اینا فرو ببره. چرا که اینا ایرانی هست؟ از خودشون یک کارنامه به جا بذارن، یک کارنامه از خودشون به جا بذارن برای تاریخ، که بگن من دیشب داشتم تاریخ بیهقی رو میخوندم، گرچه ادبیات تاریخ بیهقی بسیار ثقیل هست، بسیار کتاب عجیبی است ولی زنده است، کتابی زنده است. تاریخ بیهقی کمتر موردی داریم مثل تاریخ بیهقی که ابوالفضل بیهقی نوشته، کمتر موردی داریم. چرا؟ چون مورخ در بسیاری از حوادث اتفاقاتی که بوده حضور میدانی داشته. در جنگ ها در کنار محمود غزنوی حرکت میکرده و جز اردوی و همراهش پادشاه بوده. با مسعود پسر محمود غزنوی چندین جنگ رو شرکت کرده. در دربار و اتفاقاتی که از سامانیان و خوارزمشاهیان و از خلیفه از بغداد از اینا حاضر بود. در بسیاری از نامه‌نگاری هایی که از سمت خلیفه می اومد یا از این ور راهی میشد خودش کاتب بود یا مترجم بود. به همین خاطر کتاب تاریخ بیهقی یک کتاب زنده است. داشتم اینو میخوندم و چقدر دیدم که اتفاقات الان میتواند مانند اون دوره حادث بشه، میشود مانع از تکرار تاریخ شد. واقعا اگر چنین اتفاقی نیفته ما با سخت‌ترین نوع جابجایی مواجه خواهیم شد و شاید یک خونریزی شدیدی رو ما در این کشور داشته باشیم، گرچه هر کار بزرگی سنت‌ها و عواقب خودش رو داره، پیامدهای خودش داره و میشود تا یه سطحی تحمل کرد. اما من ترسم از چیزی دیگری است که نمیخوام تکرار کنم. چرا؟ چون اگر من این حرفا رو بزنم ممکنه شباهت پیدا کنه یا قرابت پیدا کنه به ادبیات برخی از تحلیلگران سیاسی که میگن که ما چی میشه از بس تجزیه استفاده میکنه. من نمیخوام و اعتقادی هم ندارم که چنین چیزی اتفاق میفته، تجزیه و اینها، اما حتما بدون عواقب و دردسر نخواهد بود. لذا آرزو میکنم که آن مسئله اتفاق بیفته. یک راه من میشناسم که میتواند از مسیر اسمن رسمن که من اعتقاد داشتم بهش به اون میز بزرگ ایران برسه. اسمن رسمن چیست؟ آنچه عادات و فرهنگ ها و مواردی است از جمله مثل حجاب، خط قرمزهایی که جمهوری اسلامی به مرور زمان واگذار کرده و واگذار میکند. یعنی به مرور زمان در کوتاه مدت، البته نه چند سال دیگه، ما جمهوری اسلامی رو اسمن خواهیم داشت، رسما نخواهیم داشت. چرا؟ چون عاداتش رو ازش میگیریم. حجاب رو، چه میدونم اینترنت رو، بحث آزادی بیان رو، بحث تحمیل چنین برنامه‌هایی بر نظام و موارد دیگری، پاسخگو کردن. چون نظام جمهوری اسلامی یکی از خط قرمزاش، یکی از عادتاش پاسخگو نبودنه و پاسخگو کردن نظام جمهوری اسلامی میشه چی؟ میشه اینکه ما اسمش را گذاشتیم و رسمش را گرفتیم. بنابراین در کوتاه مدت جمهوری اسلامی در پایان ماجرا، در روزهای پایانی منتهی به اون اتفاق، در روزهای پایانی منتهی به روز موعود، جمهوری اسلامی فقط یک اسم ازش خواهد موند. رسمهایش واگذار شدن قبلا، در طول مسیر رسمهایش گرفته شده، واگذار شده، عقب نشینی کردن نسبت بهش. یک حجابه، اینترنت مثلا،
که بیشتر خواهد شد. پاسخگو کردن مجمعی که FATF رو تصویب کرد. عرضم به حضورتون احتمالاً رفتن به سمت مذاکره است که اینم جزء خط قرمزهای رفتن به سمت توافق بزرگ با آمریکاست که اینم از رسوم نظام بوده که مرگ بر آمریکا و تا پایان ما هیچ مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت. احتمالاً پذیرش اسرائیل، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل به صورت تلویحی خواهد بود. رسمی است که ما میگیریم و اسمی ازش میگذاریم. ماجرای اسما رسما به مرور در طی یک سال نیم آینده ادامه خواهد یافت از نظر من، و رسم‌های جمهوری اسلامی که نفع ایران است در آن، مثل حجاب، از او گرفته میشوند، نگی میگیریم و اسمی از او میماند و اون اسم روزهای آخر در واقع دیگه چون دارای پایه و اساس و محتوا و ریشه نیست کنار گذاشته میشه و بر رسم‌های دموکراتیک و رسم‌های ایرانی یک نام دیگری سوار میکنیم، چون رسم‌ها رو چیدیم. وقتی میگم ما در دوره گذار هستیم، اینو باور کنید، ما دوره گذار رو از 1401 آغاز کردیم. اگر نخواهیم بگیم از 88، اگر نخواهیم بگیم از 98، 96 یا 98، به طور جدی ما دوره گذار از سال 1401 شروع کردیم. امروز در وسط‌های دوره گذار هستیم. یه نصفش رفته، یعنی حدود 3 سالش رفته. چیزی نمونده. چیزی از گرفتن بقیه رسوم بعد نظام جمهوری اسلامی نمونده. جمهوری اسلامی دارد میرود به سمت روزایی که فقط یک اسم است و این پایان این روزها خیلی خیلی چفت و بست و وابستگی دارد به حیات و مرگ احتمالی رهبر جمهوری اسلامی. من آرزو نمی کنم کسی بمیره و جناب آقای خامنه ای رو هم به عنوان یک جایگاه حقوقی که دارن، جایگاه اجرایی که دارن و به عنوان یک انسان ایرانی احترام میذارم و اگر هم از ایشون گلایه‌ای دارم یا انتقادی دارم سر جای خودش. البته نصف بیشتر این که من صراحت کم بیشتری به کار نمیبرم ترس از بستن این پنجره است. خود شما میدونید اگه من صراحت بیشتری انتقاد بکنم، گرچه خود آقای خامنه ای گفتن که انتقاد کردن از رهبری اشکالی نداره و کسی به خاطر انتقاد از رهبری در زندان نیست، اما باز من برای احتیاطم شده سعی میکنم که احترام ایشون رو حفظ کنم که این ارتباط من و شما قطع نشه. درود بر ایشون، درود بر اوشون، درود بر همه، با حفظ موضع، با حفظ انتقادات. بله جناب آقای ماتریس، میدونم ای روزگار. آقای دکتر منجزی، یه ذره مثلا ما تو لری داریم، نمیدونم شما هم دارید یا نه. یه رودخونی از ناصر، یه رودخونی از من نرفتم ولی میگن او لوره، نمیدونم او لوره یا رودخونی لوره کجاست، ولی هست توی سمت آستریکی دوریکی. این ذره مثلا اگه زمانی که یک کسی دلش پره، آقای ماتیس عزیزم، زمانی که یک کسی دلش پره و نمیتونه حرف دلش رو بزنه، اینو میگه. دارم که بتونم ترجمهش کنم ولی من لوریشو بگم. خم دونه مدل دل دونه و آب لوره. یعنی من میدونم و دلم و دل میدونه و اون آبی که با هم خاطره داریم. خم دونه و دل دونه و آب لوره. حالا در مورد آقای خامنه ای که فرمودید مقدس نیست، خم دونه و دل دونه و آب لوره، چه باید کرد؟ و فرجی و حرجی نیست از اینکه ما باید یاد بگیریم، گرچه ایرانیان در طول تاریخ یاد گرفتن چگونه خودشون در شرایط مختلف فقه بدن با اطرافشون. ما هم تلاش کردیم خودمون رو با شرایط مختلف فقه بدیم که مانند فردوسی بتوانیم چیزی خلق کنیم. ایشان آن را خلق کردن، ما هم 2 کلمه حرف به در نخور خلق میکنیم. هر کسی در حد توان خودش باید بتونه شرایطی رو برای خودش مهیا کنه که حضور داشته باشه، قطع نشه ارتباطش، ضمن اینکه حرفش هم بزنه. الان من رابطه‌ای که با شما دارم چه رابطه قشنگی است. شما میدونید تو دل من چیه، منم میدونم شما چی میخواید. همین کافیه. خب حالا
اگر بحث آینده ایران و راههایی که وجود داره بگذاریم، میخوام چند تا ساعتی تو چند تا محورم بگم و بعد بریم سراغ پاسخ به پرسش های شما. خب یکی که گفتم اول برنامه، تجمع تندروها جلوی کاخ دادگستری در میدان توپخانه بود، مبنی بر این که از قوه قضاییه خواستن که آقای سلیمانی عدستانی رو بازداشت بکنن، زندانیش بکنن و گفتن اگر قوه قضاییه این کار رو نکند ما خودمون رأساً وارد میشیم و ایشون رو مجازات خواهیم کرد. مجازات میتونه مرگ باشد، میتواند چیز دیگری باشد، ولی رسما در یک بلندگو اعلام کردن که اگر شما اقدام نکنید ما خودمون حکم رو جاری خواهیم کرد. نمیدونم این حکم چیست که قراره جاری بشه. مورد بعدی خط سفید و صحبت‌های آقای حسام الدین آشنا، یک چهره سابقا امنیتی و از مشاوران آقای حسن روحانی، مسئول دفتر روحانی در دوره‌ای که آقای روحانی سر کار بود و الان جزو مشاوران آقای روحانی است و جز چهره‌ای است که چهره امنیتی که گاهی به هدف میزنه. گفته که اتفاقا کسانی که خط سفید داشتن یا اینترنت سفید داشتن رسما خودشون این اختیار رو به حکومت دادن که آقا شما میتونید ما رو کنترل کنید و این خودش یک نوع دست حکومت رو باز کردن برای اینکه تلفن شما از مسیری، اینترنت شما از مسیری تهیه بشه که سیستم‌های امنیتی میتونن به راحتی خطوط سفید رو یا تلفن‌های سفید رو کنترل کنن و ایشون معتقده که اینترنت سفید در واقع نوعی واگذاری کل اختیار ارتباطات شخص به حکومت. این عزیز آبی وارد شد. البته مثلا کسی که خودش تو وزارت اطلاعات خطش هم سفیده خب معلومه کنترل هم بشه. چرا مثلا مشکل پیش؟ آقا صدا قطع شده. محمود رسولی فرموده که صدا قطع شده. اگه قطع شده بقیه هم بگن. ممنون دکتر. خبر بعدی این یه نظر آقای حسام الدین آشناست. یه نظری هم دیشب هم تو برنامه لایو هم گفتم. در آقای محمد علی رامین از دوستان و مشاوران آقای احمدی نژاد گفته که در دوره جنگ اسرائیل علیه ایران، در جنگ 12 روزه، آقای روحانی دورخیز کرده بود که جانشین رهبری بشه و گفته بود و آقای روحانی بر این عقیده بود که حالا که همه میگن رضا پهلوی باید بیاد و این نشون نمیتونه بیاد، امکانش نیست، خب چرا من جانشین رهبری نشم؟ این برداشت آقای محمد علی رامینه از نیات حسن روحانی. آقای رامین نیت خونی کرده و گفته که حسن روحانی در دوره جنگ 12 روزه و حتی الان مترصد و منتظر فرصتی است که جانشین رهبری بشه و ایشون نگفت رهبری، جانشین امام خامنه ای بشه. و افراد بسیار زیادی در این حوزه احمدی نژادی ها و پایداری ها معتقدند، میدونید که جبهه پایداری و احمدی نژادی ها آنچنان اختلافی ندارن، اختلافشون در تظاهره. پایداری ها تظاهر میکنن که از احمدی نژاد بریدن، تظاهر میکنن، ولی اون پشت با همن، چون به خاطر اینکه دل آقای خامنه‌ای رو به دست بیارن. خیلی اسم سختی است. میگه استاد شما چپول هستید، شک دارم شما معنیش هم بدونید چیه. من یک آدم لیبرال دموکرات هستم، تمام، بس همین کلمه. اگر مفاهیم رو بشناسی همین یک کلمه بس. خیلی خوب. در مورد جانشینی حسن روحانی این حرف رو آقای محمد علی رامین از دوستان احمدی نژاد زده، اما بگم که پایداری یعنی احمدی نژادی و بهاری هم یعنی پایداری، هیچ فرقی با هم نمی‌کنن. به خاطر اینکه دل آقای خامنه‌ای رو به دست بیارن، اون قضیه 140 نفر یا 47 نفری که اعلام براءت کردن از آقای احمدی نژاد در بعد از ریاست جمهوریش، به خود من تکتیکشون گفتن که ما احمدی نژاد رو دوست داریم، اما باید در نظام کار کرد و اگه قراره در نظام کار کنیم باید رهبری از ما خوشنود باشه و به همین دلیل هم سعی میکنن خودشون رو از احمدی نژاد دور نگه دارن، ولی تو دلشون عاشقانیشون رو دوست دارن. بنابراین اینها اولا من خانمی اینجا بود چند روز پیش به مهمانی که از دوستان من بود، احمدی نژادی بود، پزشکم بود. باورم نمیشد، واقعا باورم نمیشد که یک احمدی نژاد رو در حد خدا بدونه و میگفت که ایشون عالم به تمام علوم شناخته شده و ناشناخته است. میگفت احمدی نژاد
عالم به تمام علوم شناخته شده و ناشناخته است. من پرسیدم خانم برنا آیا ایشون آگاه به مرگ خودش هست که میمیره؟ گفت آره. گفتم میدونه آقای خامنه ای که میمیره؟ گفت آره. گفتم که ایشون میدونه که سرنوشت آمریکا چه خواهد شد؟ گفت آره. گفتم چه خواهد شد؟ گفت خودش گفت نمیگه ولی میدونه. میگفت که به تمام علوم شناخته شده و ناشناخته این جوریه قضیه. لذا این گروه احمدی نژادی‌ها و پایداریچی‌ها در حملات خود به حسن روحانی میگن که حسن روحانی میخواد جانشین رهبری بشه و اینها دارن اذهان رو منحرف میکنن به سمت روحانی به زعم خودشون. اما من فکر میکنم آقای خامنه‌ای خودش عاقل‌تر و داناتر در این چارچوب دارم میگم و در چارچوب جمهوری اسلامی دارم میگم نسبت به خودشون آگاهتر و داناتر از بقیه است و میدونه دورش چه خبره. بنابراین حسن روحانی، احمدی نژاد و اینا همه البته که منتظر و مترصد قدرتن، اما به این دقتی که اینا دارن میگن نیست. بنابراین ایشون در یک برنامه آقای محمدی رامی گفته که در جنگ 12 روزه و بعد از اون و تا کنون آقای حسن روحانی میگه حالا که رضا پهلوی رو هی صدا میکنن و نمیتونه بیاد چرا من نباشم. این تحلیلی است که آقای رامین داره. این رو هم من تاکید کنم در پیرو صحبت‌های دکتر منجزی، قطع به یقین در چارچوب جمهوری اسلامی و در همین لول و کاتگوری حسن روحانی یک سر گردن از همه اینا بالاتره. شک ندارم. طرفدارش نیستم، منتقدشم، منتقد نظام جمهوری اسلامی هم کلا، اما پر واضح است، بدیهی است، مبرهن است که حسن روحانی یک سر گردن از تمامی سیاستمداران حال حاضر جمهوری اسلامی برتر و بالاتر است. سیاستمداری که مقداری احمدی نژاد داره، پوپولیسته، یه مقداری متفکره مثل آقای خاتمی رو داره، یه مقداری اسلام سکولار رو، یه مقداری نه زیاد اسلام سکولار رو میپسنده مانند مانس بازرگان، یه مقدار زیادی هم امنیتی و حکمرانی رو بلده، راه و شاه حکمرانی رو بلده. بنابراین از این حیث نه اینکه روحانی برای ایران نامبر وانه، نه اینکه روحانی یک سرگردن از ایرانیان برتره، نه، توجه کنید، روحانی یک سرگردن از هملول ها و آدمای اطراف خودش برتره بالاتره. اگر برتره که هست، چرا نباید مثلا چنین چیزی در ذهنش پرورش داده نشود؟ کسی که خودش را لایق میدونه چرا در ذهنش پرورش ندهد؟ البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. پر واضح است که ایران آینده نه روحانی هست و نه دیگری. ایران آینده انشالله در اختیار ایرانیان خواهد بود. مطلب بعدی حق مسلم ماست. حق مسلم ما چیست الان؟ حق مسلم ما قبل از نان و آب و برنج و اینها که اولیست معیشت است، ولی قبل از معیشت آزادی است، چون از مسیر آزادی است که همه اینها محقق میشه. بنابراین من امروز اینجا حق مسلم جمهوری اسلامی رو خط قرمز روش میکشم و می-نویسم حق مسلم ما آزادی است. این مطلب بعدی حمله به مراسم یهودیان در استرالیا است که همینجا من محکوم میکنم توسط هر کسی و هر چیز. بقیه اخبارش شما خودتون شنیدید و اون شجاعت اون شخصی که جانش رو کف دست گرفت و رفت و اون مهاجر رو بغل گرفت و نذاشت تعداد زیادی آدم کشته بشه. من هم به عنوان یک شهروند جهانی واقعا اون قضیه رو محکوم میکنم و به اون شخصا تبریک میگم که جونش رو برای جان دیگر انسان‌ها به خطر انداخت. علم الهدی در یک سخنرانی گفته که تمام گرانی نان و قند و روغن و برنج و گوشت رو آمریکایی ها اینجا دارن اداره میکنند. همه اینها رو آمریکایی ها دارن انجام میدن. همه این گرانی ها توسط عوامل آمریکا داره انجام میشه و تمام کاستی ها و نقائص رو در دو تا جمله گردن آمریکا انداخت و گفت که اینا رو یکی یکی باید پیدا کنن و اعدام بکنن. مرگ که آمریکایی که ماست رو گفت ماست توی یه هفته 2 برابر شده و تقصیر آمریکاست. واقعا آمریکا قدرتی داره، قیمت ماست اینجا، ولی خاک بر سر فنای علامات ناراحت میشی و بشو شکایت هم میکنیم بکن با اون شکمت. در دوره شاه اونجوری از شاه
مد میگفتی و مجیز شاه رو میکردی میگفتی. از این دوره کم اینجوری داری به این صورت انجام میدی و دختران ایرانی رو برای عراقی های کثیف مجاز میشماری و دختر خودت هم باید مجاز بشماری، چون الان هم دیگه شوهر نداره، باید مجاز بشماری به طور شرعی برادران عراقی داده بشه. اگر نظرت در مورد دختران ایران اینه، اگر نظرت اینه، نمیدونم، اگر نیست نه نده دخترتو. اما اگر نظرت اینه که ازدواج موقت با عراقی ها برای مملکت برکت داره، خب دختر خود شما هم الان بیوه است، این برکت رو اول به خونی خودت بیار. اینم از علم الهدا و آمریکا. در مورد احمدی نژاد و احمدی نژادیسم هم گفتم که سراسر سادیسمند. این دلار رو مورد بعدی است. دلار راه خود را میرود و منتظر جمهوری اسلامی و بانک مرکزی آقای فرزین نمیماند. آقای فرزین هم عجب موجودی است، عجب موجودی است. این آقای فرزین بانک مرکزی موجود عجیبی است. در همه دولت ها کار میکنه، در همه دولت ها هم گند زده. دولت احمدی نژاد، در دولت روحانی، در دولت رئیسی، در دولت پزشکیان، فرزین همیشه هست و همیشه هم گند میزنه و همیشه هم متخصص نبوده و همیشه هم این کاره نبوده. و دلار به بالاترین رقم و عدد خودش در طول تاریخ نسبت به ریال رسیده. میگم 129 تومن اگه اشتباه نکنم، نمیدونم. و در مورد مطلب بعدیمون در مورد فقه سیاسی و روحانیت آزاده و مستقله. من فکر میکنم اگر آینده ایران تغییری بخواد ایجاد بشه درش و اتفاقات خوبی در راه باشه، یک بال و یک در واقع بازو و ماشین کمک ملت ایران روحانیت مستقل خواهند بود. روحانیتی که در حکومت آینده نقشی نخواهند داشت، اما در تغییرات پیش رو یا چنج رژیم پیش رو روحانیت مستقل مانند آقایانی مثل آقای سلیمانی اردستانی، اکبر نژاد و دیگر روحانیون مستقل مانند فاضل میبودی، نمیدونم آقای یزدی و این چنین افراد این چنینی روحانیتی که مستقلن، اینا حتما در کمک حال مردم عرفگرا و سکولار خواهند بود. و چون معتقدن که روحانیت نباید در حکومت دخالت بکنه، خطری هم برای آینده ندارند. چون خودشون معتقدن که روحانیت نباید، مثلا آقای سلیمانی اردستانی معتقده ضمن تایید صحبت‌های آقای سیستانی مبنی بر این که پشت سر امام جمعه‌ای که از دولت حقوق میگیرد نباید نماز خواند، معتقده که اصولاً آخوند نباید از هیچ کس پول بگیره. خیلی جالبه این نکته. معتقده آخوند نباید از هیچ کسی، اهم از دولت و هیچ کارفرمای دیگری پول بگیره. میگه که اگر یک آخوند و مروج دین، در واقع مبلغ دین از کسی یا دولتی پول بگیره، میشه کارگر آن شخص، نه کارگر خدا، میشه کارگر آن شخص و آن حکومت. لذا آقای سلیمانی اردستانی معتقده که آخوند و پیشنماز یا هر روحانی دیگری باید کار مستقلی داشته باشند و بابت سخنرانی و ترویج و تبلیغ دین و پیشنمازی نباید پول بگیره، نه از دولت که از هیچ شخصی هم نباید بگیره. میگه روزخوان نباید از مثلا یک شخص بازاری پول بگیره، چون اون شخص بازاری ممکن داره یک ایدئولوژی باشه و به اون آخونده بگه من پول دارم میدم در روزه خونید این چیزا رو بگو. بنابراین آقای سلیمانی اردستانی معتقده که روحانیت بالکل نباید از هیچ کس پول بگیره و میگه که آقای طالقانی مثال زد، آقای طالقانی روحانی پیشنماز مسجد هدایت ولی شغلش ساعت فروشی بود، یا آقای مطهری نویسنده قول معروف سخنران دارای مدرسه دارای تشکیلات ولی شغلش استادی دانشگاه بود. و در جهان اهل تسنن هم جز مفتیای اعظم بقیه روحانیون کارهای دیگری دارن، نه پیشنمازی کار نیست، شغل نیست، تکلیف است. این نظر آقای سلیمانی اردستانیه. لذا بحث فقه سیاسی و آینده روحانیت در ایران بحث بسیار مفصلی است که ما باید در وقت خودش به آن بپردازیم.
و یه نظر دیگری هم دارم که اینجا یادداشت کردم در مورد تولیدات کارخانه آخوندسازی در قم. ورشکسته ترین کارخانه در این دوره 5 دهه گذشته کارخانه آخوندسازی است. این کارخانه بی کیفیت ترین آخوندهای دوران رو تولید کرد. یک بنز نساخته، همش پراید ساخته، همش پراید. این مانند ایران سایپای جمهوری اسلامی، حوزه جمهوری اسلامی هم همش پراید ساخته. یک روحانی شاسی بلند نداریم، یک روحانی دارای امکانات بنزی نداریم، بی ام وی نداریم، آپشن میگن دیگه، آره، روحانی پر آپشن نداریم. بنابراین ورشکسته ترین کارخانه در جمهوری اسلامی کارخانه آخوندسازی است. جمهوری اسلامی نتوانست، کاری ندارم که بهشتی خوب بود یا با عقاید ما سازگار یا نه، کاری نداریم. هر وقت دارم حرف میزنم مقایسه کنم در لول روحانیت دارم حرف میزنم، نه در لول آرمان‌های ما. آیا جمهوری اسلامی تونست یه دونه بهشتی تولید کنه، یه دونه مطهری تولید کنه، یه دونه طالقانی تولید کنه، یه دونه مفتح تولید کنه، یه دونه فلسفی تولید کنه؟ آیا جمهوری اسلامی تونست 3-4 تا منتظری تولید کنه؟ آیا جمهوری اسلامی تونست 2 تا خامنه‌ای تولید کنه، یه دونه رفسنجانی تولید کنه؟ در حالی که همه امکانات مالی و معنوی و زیربنایی و عمرانی کشور در اختیارشون بود. میگن که آقای خمینی در زمان شاه نامه‌ای نوشت و گفته بود که اوقاف و رادیو تلویزیون، اوقاف رادیو تلویزیون نگفته بود، و یک شبکه رادیویی به ما بدین ببین چی کار خواهیم کرد. اوقاف به ما بدید ببین چگونه برای مردم کار خواهیم کرد و کشور رو آباد میکنیم با همین اوقاف. اما اوقاف که چه از کنن، تمام ایران رو دو دستی تقدیم روحانیت کردیم و هیچ چیزی بر هیچ آجری بر آجر دیگر نذاشتن. دیوارهای قبلی رو هم خراب کرد. کارخانه ها رو از بخش خصوصی گرفتن دادن به بنیاد مستضعفان و این بلا سرشون اومد. و افراد نامدار سرمایه گذار تولید کننده مبتکر اشتغالزار رو از کشور یا اعدام کردن یا اخراج کردن یا اموالشون رو گرفتن. مانند یک عالمه، یک لیست بلند بالایی از کارخانه داران و تولید کنندگان این کشور، اما خودشون نتونستن تولید کنن. حتی در حوزه تخصصی خودشون، حوزه آخوندسازی، یه مشت در پیت چپرچلاق برای آفریقا تربیت کردن که از سر آفریقایی‌ها زیاده، آخوندایی که در جامعه المصطفی نمی‌چی تربیت کردن از سر آفریقایی‌ها زیاده، اما در لول حوزه علمیه زمان شاه یه دونه نتونستن تولید کنن. یه دونه رفسنجانی، خامنه‌ای، بهشتی، طالقانی، مطهری، مفتح، یه دونه نتونستن تولید کنن. خوشبختانه، این روزا بگم خوشبختانه نتونستن تولید کنن، چون اگه تولید می‌کردن ما بیچاره می‌شدیم. اینم از تولیدات کارخانه ورشکسته پراید قم. من یا آخونده رو میگم پراید. بنز که نساختن، شاسی بلند که نساختن، پراید ساختن. کارخانه با برند درجه که جهانی رو گرفتن، ایران ناسیونال رو پراید ساختن. این منظورم حوزه علمی است. و اما در مورد پوتین هم، یعنی زمان از مشروطه به این سو واقعا اینقدر کارخانه آخوندسازی در قم خوب کار میکرد. در نجف، در قم صادرات هم ما داشتیم. چقدر آخوند ما از قم به نجف صادر کردیم، ولی اینجا صادرات که نداشتیم هیچ. این کارخانه آدمسازی و آخوندسازی ورشکست شد. در موضوع فرهنگ ورشکست، در حوزه رادیو تلویزیون ورشکست کامل، از جمله در حوزه فیلم و سریال در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که من در اون مناظرم گفتم، طرف میگفت که شما خود تحقیرید، شما ایران رو با این عظمت و تاریخ پر افتخارش رو دست کم گرفتید و اون رو با امارات مقایسه میکنید. دقیقاً دوره مناظره من با آقای پرچمی انجام شد که یزدی ورا داشتن دور میدون انقلاب و میدون ولیعصر تصاویر شاپور ساسانی رو نصب می‌کردند و آرش کمانگیر رو نصب می‌کردند و رفتن به سمت یک ملیگرایی موقتی و سیاسی. در اون برنامه من گفتم که کدوم کشور کهن، کدوم افتخارات در طول 47 سال گذشته آیا یک سریال در مورد شاپور ساسانی ساختید؟
آیا یک سریال، یک فیلم سینمایی درباره کوروش، افتخار جهانی، افتخار بشر، افتخار زمین، افتخار ادیان ساختید؟ یا رفتید عمر مختار ثقفی بسازید؟ یا رفتید روایت جعلی و یوزارسیف بسازید؟ یا رفتید تنها ترین چیزی رو بسازید؟ چند سریال در مورد پادشاهان ایرانی، کیانیان و خسروان ایران ساختید که الان تصویر شاپور ساسانی رو نصب میکنید و اون برنامه پرهزینه رو تولید میکنید که دوباره مقابل ایران زانو خواهید زد. اون ایران بود، اون شاپور ایرانی بود. شما چی هستید؟ شما حتی آخوند هم نتونستید تولید کنید. آخوند تخصصتون بود، نتونستید تولید کنید در لول خودتون. بعد میایید و میگید که مقابل ایران زانو خواهید زد و از شاپور نامی برید. من گفتم که شما بروید شغل شریف خودتون رو ادامه بدید، عمر مختار ثقفی بسازید. در حوزه مرزها و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک زنگزور را واگذار کرد، به راحتی واگذار کرد. بین بازی پوتین اردوغان علیوف، ارمنستان خاک بر سر، بین این بازی ها ترامپ هم وارد شد و با آسانی تونست مدیریت بر نوار شمالی ایران رو مال خود کند. دو تا کار انجام شد. یک، مسیر نخجوان به آذربایجان و از آنجا به کشورهای خشک ترک زبان شمال شرقی ایران رو ترامپ قطع کرد. یعنی با یک تیر دو نشان زد. یکی دخالت‌های ایران یا احتمال دخالت‌های آینده ایران در ارمنستان و آذربایجان رو من نشست بالای گربه ایران و مانع از این شد که البته ما از این ارزها هم نداشتیم که بخوایم، چون اگه ارزش رو داشتیم بعد از فروپاشی شوروی فوری ادعای خود رو عملی می‌کردیم، مالکیت خود رو بر سرزمین‌های ترکمنچای و گلستان برمیگردیم. بهترین زمان فروپاشی شوروی بود تا اینا بخوان به خودشون بجنبن، تا حکومت‌های محلی بخوان سر سامانی پیدا کنن با یک توافق با یلسین، با یک توافق با آمریکای آن زمان و دادن چند تا امتیاز اقتصادی و سیاسی به آمریکا، فوری شهرهای قفقاز رو برمیگردوندن که نکردن. حالا که در زنگزور ما یه امکان کریدوری داشتیم و امکان زمینی داشتیم برای ارمنستان و برای حتی آذربایجان و نخجوان، اون رو از دست دادیم و آمریکا نشست. لذا خواستم نمیخوام بیش از حد در این مورد حرف بزنم، چون به هر حال اینقدر این بحث طولانی و تاریخی است که زنگزور رو نمیشه در یک برنامه گفت. اما ما در حوزه در واقع مرزهای بین‌المللی و در حوزه هژمون ایران کهن بر سرزمین‌های اطراف باختیم و باخت بزرگ ما به خصوص در زنگزور بود. من امیدوارم، البته به جای امیدوارم بگم میترسم، من میترسم که با بازی‌های بچگانه برخی از نظامی‌ها و سیاسی‌ها مدیریت و تنگی هرمز رو هم، نه مالکیت، چون مالکیت که از ایران نمیتونم بگیرم، میترسم که مدیریت رو بر تنگی هرمز و نظارت بر تنگی هرمز رو از ایران بگیرن. یادتون باشه من میگم گفتم این ترس منه که اینقدر بازی بر سر توقیف کشتی ها انجام بشه تا این دفعه نه آمریکا که هند و چین به عنوان مدعیان و ذینفعان مسیر شاهخواب پارس بر علیه ما اقدام بکنن در شورای امنیت سازمان ملل و مدیریت ما را از تنگی هرمز به ستانند مدت سالیان سال از زمانی که امنیتش برقرار بشه. زنگزور رفت، تنگی هرمز را میترسم برود. زنگزور خاک ما نبود، زنگزور داخل خاک ارمنستانه، اما با توجه به ضعف ارمنستان و تنها بودن این کشور، متاسفانه نمیدونم کشورهای مسیحی مانند روسیه و آمریکا چرا اینقدر در قضیه ارمنستان کوتاه آمدن، من نمیدونم. اما به هر حال زور ترک ها چربیده تا الان و زنگزور رو تقدیم، نظارت بر زنگزور رو تقدیم آمریکا کردن و البته اگر آمریکا به دوست آینده ایران تبدیل بشه این میتونه خودش یک فرصت هم باشه. نگفتم اینا در نظر داشته باشید اگر آمریکا در آینده
دوستیش با ایران آینده محکم باشه، یواش یواش شل میکنه ترکیه رو و به عنوان متحد اصلی و ذاتی خودش به سمت ایران میاد و اونجاست که مدیریت بر زنگزور به برگ برنده ایران تبدیل خواهد شد. امیدوارم این آینده نزدیک رو شاهد باشیم و من زنده باشم و ببینم که ایران و آمریکا مساوی دو متحد مقتدر مدیریت زنگزور رو داشته باشن و گوش الیوف ها را بتونیم بپیچونیم. و نقطه چی؟ آرزوی من چیز دیگری است در مورد قفقاز. آرزوی من چیز دیگری است. نکته بعدی در مورد آقای ترامپ و پوتین و اینا و ترکمنچایی که فکر می‌کنم در زنگزور انجام شد. اما یه نکته جالبی دیدم که آقای پوتین در یک برنامه‌ای با آقای پزشکیان داشت صحبت می‌کرد و در مورد طول جاده‌ای که از آستارا به رشت عملیاتی که انجام دادن و تصاحبی که کردن زمین‌های منابع طبیعی و مردم رو، آقای پزشکیان میگفت که بالای 100 کیلومتر تصاحب کردیم تا الان. آقای پوتین گفت 106 کیلومتر تصاحب کردیم. اطلاع داشت دقیق که ایران در جاده آستارا به رشت چقدر از زمین‌های دارای معارض خریداری کرده و آزاد کرده و تصاحب کرده. پوتین دقیق گفت 106 کیلومتر. این یعنی اینکه پوتین بر مسائل ایران بهتر از پزشکیان آگاه و مسلطه. معیشت، مطلب بعدی اصلاح طلبانه و بعدی هم معیشته. اصلاح طلبان خیلی جالبه، نقش‌های مخربی در طول تاریخ جمهوری اسلامی داشتن، از برخورد با زنان در اوایل انقلاب تا سفارت آمریکا تا هر چی مسئله‌ای که شما فکر کنید. مقصر اصلی خروجی امروز همین اصلاح طلبان است. اما نمیشه انصاف رو دور انداخت که اصلاح طلبان در یک مقطعی از 76 به این سو نقش‌های نرم فرهنگی و سیاسی در ایران جدید و ایران آینده داشتن. اما دیدم که واکنش‌های منفی نسبت به صحبت‌های دقیق و عالمانه آقای سلیمانی عدستانی داشتن، واکنش‌های بسیار منفی. یک اصلاح طلبان یعنی میخوام بگم که گاهی به تنظیمات کارخانه برمیگردن و نمیشه کارشون کرد. اصلاح طلب هرگز دموکراسی خواه اون معنا نمیشه، هرگز سکولار اون معنا نمیشه. اونایی که میخواستن بشن رو یا بیرون کردن یا خودشون فرار کردن یا الان در زندان و حسرت. اونایی که بیرونن روزنه گشا، نه اصلاح طلب. بنابراین از اصلاح طلبانم اینجا با خط قرمز روی کاغذ از ذهنم پاک میکنم. معیشت و بنزین هم دو تا موضوع بعدیه که من امشب قرار بود در موردش صحبت کنم، اما گذرا بهش می‌پردازم. جمهوری اسلامی سال هاست، شاید از سال 88 به این سو، شاید از سال 84 به این سو، با آمدن آقای احمدی نژاد موضوع توسعه تعدیل شد و ایران و در واقع نهادهای اقتصادی ایران رفتن به سمت معیشت و یارانه و کوپل و ساختن مسکن کمونیستی که آقای احمدی نژاد داشت گفت مسکن مهر، همون زمان من گفتم مسکن کمونیستی. از یک مقطعی به این سو جمهوری اسلامی توسعه را به طور کامل کنار گذاشت. به مرور زمان در ردیف‌های بودجه و در بودجه‌های سالیانه به مرور زمان جایگاه ردیف عمرانی بودجه هی لاغر و لاغر و لاغر شد و بودجه دفاتر آقایون مثلا به اصطلاح فرهنگی، دفاتر حوزه مراجع تقریب و دفاتر بسیاری ذیل جدول شماره 17 ارتقا پیدا کرد، بودجه عمرانی کاهش پیدا کرد. و این یعنی هزینه جمهوری اسلامی برای چند تا مقوله مشخص: هزینه برای تبلیغات سیاسی و اسلامی، هزینه برای گفتمان مقاومت و هزینه برای بقا ذیل سازمان تبلیغات اسلامی. هزینه ها رفت به سمت گزینه های ایدئولوژیک و بقا. بنابراین از یک زمانی به این سو جمهوری اسلامی توسعه را کنار گذاشت، عمران را کنار گذاشت و تقویت نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و روحانیت رو در برنامه خودش گذاشت. و مطلب بعدی که در کنار همه اینا بود، ردیف مستقل و پرحجمی بود که برای مقاومت از تهران تا تل‌آویو هزینه کرد. این میشه مسیر مقاومت. تهران، ارزم به حضور مهران، بغداد، دمشق، بیروت، تل‌آویو. البته توی شکمش هم میاد صنعا، توی شکم همینا دینیم دایره صنعا هم میاد. هزینه کرده جمهوری اسلامی برای این مفاهیم. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی از یک مقطعی به این سو
رفت به سمت معیشت و بقا و توسعه تعطیل شد. بنابراین موضوع جمهوری اسلامی اولویتش بقا بود و معیشت. از دوری که آقای احمدی نژاد حاکم شد تا به امروز آقای روحانی خواست دست به اقداماتی بزنه، اما در وسط سیاست بقا گیر کرده بود. برجامش هم لنگ در هوا مونده بود. من فقط بازم ما نیما رو داریم یک کمکی میکنه، نیمای عزیزم. باز نیما اومد و چراغ اینجا روشن کرد. فردادش هم نیما جان ممنونم. و رفت به سمت معیشت و بقا و چاره‌ای هم نیست. و خب این مسیری که در واقع رفت مسیری است که به سمت سقوط میره. شکی هم در اون نیست. شکی نیست که به سمت سقوط میره. چرا که اگر میخواستن به سمت ماندگاری و ادامه این جمهوری اسلامی در واقع برن و بمونه 100% میرفتن و توسعه و روابط با جهان و مراودی اقتصادی مالی بانکی با جهان را انتخاب میکردن که ما نریم برای نقد کردن درآمدامون از یوتیوب بریم دست به دامن امارات بشیم و بانک هامون رو اونجا انتخاب کنیم که 20% اونها بردارند و 20% واسطه ها بردارند و یه کسب و کاری در یوتیوب 40% درآمدش رو بده به این ور اون ور. و این شد که به قول معروف جمهوری اسلامی رو برد ما رو به سمت بقا. تشکر از ماتیس عزیزم. ماتیس جان شما و نیما قبلا محبتتون رو کردی. واقعا از شما که قبلا ما را شارژ کردن هیچ انتظاری نداشتم. تشکر از دوتا بزرگوار عزیزم. یادآوری من به افراد غیر از شما بود چون شما محبتاتون رو کردی. بسیارم عالی. و به عنوان آخرین مورد از لیست امشبمون فیلترینگ و امتیازات سفیدی که جمهوری اسلامی امتیازات سفیدی که مانند اینترنت سفید، خط سفید جمهوری اسلامی به روسیاهان عالم داد. میدونم حرف درستی داری میزنی ماتیس جان. میگه آقا ماتیس میگه که کمه ولی همیشه هستی. ما لورای زرمثال داریم ماتیس جان، میگه کم بخور هی بخور، کم بخور هی بخور. باز احتمالاً آقای دکتر منجزی تایید میکنن این زرمثال من. خب اینم که فرموده اولی 900 میگه که استاد نان بازوتو بخور. چشم. این اولی یا علی، آره علی 9175 نان بازو میخورم عزیزم. اینم یک مسئله مرسومی است در حمایت‌های رسانه‌ای در جهان. مرسومه. شما خودتون ناراحت نکن عزیزم. اینم از اینم من بیارم بالا ببینید. فرموده نان بازوتو بخور استاد. این روی صفحه پیامت آورده ولی جان. خودت هم بخون لذت ببر. میبینید روی صفحه یا نمیبینید؟ بله ماتیس لور هستید پس چقدر بهتر. امتیاز سفید که من اسمش گذاشتم امتیازات سفید به روسیاهان عالم. امتیاز سفید به روسیاهان عالم که یکی از تشت‌های رسوایی بود که بر زمین از بام بر زمین افتاد و تشت رسوایی نظام مقدس رو دیدیم. فیلترینگ هم مسئله است که در بین راه در واقع با باز کردن فیلترینگ واتساپ متوقف شد. آقای من فقط آخرین جمله‌ای که میخوام بگم یا آخرین بحثی که میخوام مطرح بکنم در مورد آقای پزشکیانه. واقعا آقای پزشکیان واقعا علافه. واقعا علافه. و تعجب میکنم این آقای پزشکیان چرا استعفا نمیده. واقعا تعجب میکنم. تحویل بده. بگو غلط کردم. نتونستم. چیکار کردی آقای پزشکیان؟ یه دونه واتساپ تونستی رفت فیلتر کن. چرا؟ در قضیه حجاب هم این مقداری مقاومت کردی و نذاشتی اون قانون تصویب بشه. اونم به خاطر فشاری بود که دور و بریا بچهای اصلاح طلبی که من میشناسم توسعه گرا بودن گفتن که فشار آوردن که شما مانع بشی از اجرایی شدن قانون حجاب و این کاری نکردید. گفته بودی که در مورد مذاکرات صفر وای میسی و گفته بودی اگر نتونستم کنار میکشم ولی نکردی. مطلبی که بیاد فرمودن آقای بیاد در مورد آقای مهرایی، من صراحتا بگم خدا شاهده من دیشب 3 بار با آقای مهرایی تماس گرفتم. قبلا وقتی زنگ میزدم به ایشون فوری جواب میداد یا در واتساپ اگر پیام میدادم فوری جواب میداد. چون آقای مهرایی نکن ماتیس جان شرمندمون نکن.
چون آقای مهرائین یک نگاهی داشت به بعضی از رسانه‌ها و میگفتن که اینها رسانه‌های حاکمیتی هستند، اما در پیجش یه بار نوشته بود که عبداللهی با بقیه فرق میکنه. در موقع زمانی که ایشون بازداشت بودن، ادمینشون نوشتن که عبداللهی کجاست، نمیدونم رسانه آزاد کجاست، چرا پیگیر آقای مهرائین نیستی. یه نفر نوشته بود که عبداللهی کجاست و فلان کجاست و که تا آقای مهرائین بیرون بود استفاده ازش کردن، حالا احوال نمیپرسن. ادمین یا خانواده‌اش بود یا ادمینش بود نمیدونم، نوشت که عبداللهی با بقیه فرق میکنه. عبداللهی در دوره بازداشت کاملا برنامه برای آقای مهرائین ساخت و من این قدرشناسی تیم آقای مهرائین رو پاس میدارم. تشکر کردم ازشون و چون میدونم آقای مهرائین نگاهش به من نگاه مثبتی است، چند بار زنگ زدم، اما نمیدونم یه اتفاقی افتاده، مانع شدن، بهش گفتن اگر صحبت کنی چه و چه، جواب نداد. احتمالاً به خاطر اینکه فکر میکرد اگه جواب بده تو رو درواسی با من گیر میکنه. براش پیام گذاشتم، زنگم زدم، پاسخ ندادن و تمام. الان چی که من امشب یادداشت کرده بودم یا نکرده بودم، موردی که من امشب بهش نپرداختم در مورد آقای خسرو علی کردی بود که واقعا دوستان من بود، دل من رو شکست این رفتنش. این آدم رفتنش، فقدان آقای علی کردی خسرو واقعا خسارته، واقعا خسارته. روح شاد، روح خسروی عزیزم. اما سخنرانی خانم نرگس محمدی اونجا و دیگر دوستان مثل اون یک خانم که اسمش یادم رفت، خانم قلیان و اینها، خیلی حرکت خوبی بود، شجاعانه بود و مخالف برخورده. شعارهایی که هم دادن هم خب برای شعار مردم بود، باید احترام گذاشت. شعارهایی که دادن اونجا من نمیخوام وارد بشم، اما مخالف رفتارهای رادیکال نسبت به فعالان سیاسی هستم، از جمله رفتارهایی که در مورد خانم نرگس محمدی انجام شد. ممکنه من هم از شما، برخی از شما البته، با خانم نرگس محمدی اون قرابت رو نداشته باشم، الفت رو نداشته باشم، اما من مخالفم که با یک فعال سیاسی رفتارهای این چنینی بشه و معتقدم که رویداد مشهد یکی از مقاطع تاریخی مهم این کشوره و در آینده همیشه باید از رویداد مشهد، رویدادی که بعد از مرگ مشکوک آقای علی کردی اتفاق افتاد، با یاد خواهد شد در آینده. مانند مشروطه، مانند دوم خرداد 76، مانند جنبش مهسا، مانند دیگر نهضت‌ها، جریان یا رویداد مشهد نیز جزء رویدادهای مهم تاریخ خواهد بود و شاید یک آغازی باشد برای پایان. خب 5 دقیقه وای میسم، هر مطلبی که بود از همینجا جواب میدم. از این لحظه من در اختیار سوالات هستم. کریم، اینا باید لیست کرد در تاریخ نوشت. خب کریم عزیز میگه اینا رو باید لیست کرد در تاریخ نوشت. خب این که سوالی نبود. خب آقای دکتر که هم فرمودن پوتین رهبر پایدار چی هست، موافقم. خب بعدی مجتبی علی نژاد، ممنونم، درود بر شما. بچه‌ها سوالی دارید بگید که من این 5 دقیقه. نه خیر، من مخالف اینم. محمد کاظمی، آقای کاظمی حال شما چطوره با اون لباس خوشگل بختیارید؟ دوست دارم. این جمله عمومی است، اینکه مثلا حمایت، نه اصلا نرگس اصلا از اصلاح طلبها حمایت نمیکنه. نرگس زمینی که من باش مخالفم در جایی، ولی یک زن دموکراسی خواه و سوسیال دموکرات است که اختلافش با من سر سوسیال دموکراسی است. من چون لیبرال دموکراتم، جمهوری خواست و دیگه از اصلاح طلبان هم عبور کرده. اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. من صراف جان خوبی؟ چه خبر؟ در مورد مؤسسه ملل واقعا اطلاعاتم کمه، من معاف کنید، از چیزی که مسلط نیستم صحبت کنم. خب ایمیل، دکتر ایمیل منو میدی؟ فرموده که استاد ایمیل رو میفرمایید کرم BCD، کرم ABCD. ایمیل رو من بلد نمی‌نویسم الان.
گرچه برام سخت، دکترم نیست دکتر منجزی، مجبورم بنویسم برات. اگه بنویسم برو پایین ببین. سوالی داشتم کریم جان، شما سوالتو بنویس تا من این ایمیل رو برای کریم ای بی سی بنویسم. چشم. این ایمیل واقعا کار سختی که توی برنامه میخوام چیزی بنویسم. ای بابا من آدم کندی هستم توی تایپ. خب این ایمیل من. آیه کریم ABCD، این ایمیل اینجا استان شد خدمتتون. اینجا میارم رو صفحه که ببینید اینا روی صفحه است بچه ها. ستایش 1384 دات 310 جیمیل دات کام. ای هم کم گذاشتم، ای هم کم گذاشتم، جی ام آی ال اومده، ایشون ننوشتم ببخشید. خب خودتون درستش کنید. بعد برای جیمیل خودتون درستش کنید. بعد سوالات مثلا ملل رو گفتم. علی نه علی جان، نه علی جان، دست در نکنه، منم جواب دادم. همیشه نظرتون رو بگید، حتی اگر من ناراحت همیشه نظرتون رو بگید. صراف عزیزم و علی جان استاد عزیز، من معذرت خواهی کردم، حرف بدی زدم، خسته نباشید. ممنونم، تشکر از اینکه به من انرژی دادی. صراف یا افشار، ببخشید افشار 42. جناب اسفندیاری، اولا که من اسفندیار هستم، اسمم اسفندیاره، فامیلیم عبداللهیه، میشه اسفندیار عبداللهی. جناب اسفندیاری، در کنار مردم بودنت افتخاری است که خیلی ها بی‌نصیبند از اون. و کریم، این روزها گرانی بنیاد بیداد میکنه و دلار و طلا هی سال به سال بالا میره. واگزنجانی یک چیزی درباره بانک مرکزی گفته بود، اما ما در گرانی بالا رفتن از عمدی باشه. نمیدونم واقعا که اینا عمدی هست یا نه. خیلی ممنونم. خب دیگه اتفاقات مشهد یک رفراندوم بود، در ضمن میز بزرگ ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ میز بزرگ ایران نیما جان در مرحله تئوریه، یعنی در مرحله است که من و دوستانی که معتقد به این میز هستیم داریم عوامل رو ذهنن مثل شطرنجه میچینیم که یه روزی اعلامش میکنیم. خیلی نزدیکه، خیلی نزدیک ما شکل و محتوای میز بزرگ ایران رو اعلام عمومی کنیم. نیاز به مقداری کار داره و واقعا من هفته 2-3 روز و هر روزی 2 ساعت دارم در مورد میز بزرگ ایران پژوهش میکنم که کم کس نباشه، جامع و کامل باشه. اینم از توضیحاتی که به نیمای عزیزم دادم. چه در صحبت کردن محمد جان، این شوخیایی که ما با هم داریم، بختیاره با هم دارن، اینجا نباید شوخیا بکنید. دوست دارم محمد جان، نکن. ضمن اینکه آزادی بیانه، باید از کسی که طرفدار پادشاهی احترام گذاشت، کسی که منتقد پادشاهی ایشون حرفشو بزنه. و واقعا هم آقای منجزی درست میگه، ما نباید کسی رو خدا کنیم، مقدس کنیم. نه شاهزاده مقدس است، نه هیچ شخص دیگری. شاهزاده رضا پهلوی عنوان فرزند آخرین پادشاه ایران قابل احترامه، نظریاتش هم عنوان یک شهروند ایرانی قابل احترامه، ولی مقدس نیست. تخریب خانم محمدی شاخص اینی عملیات پرچم درست. خب هوگاست مولایی، بفرمایید چی بود مطلبتون؟ خب شعارهای مردم مشهد همشو نمیپسندم، نمیخوام زیاد تو جزئیات برم. بخششو میپسندم، بخششو نه. کدوم جمله ایشون بود کریم جان؟ در مورد چی صحبت میکنی؟ من احساس میکنم که
یک اراده هست برای اینکه اپوزیسیون رو به جون هم بندازه و اینا نباید علیه خانم محمدی، نرگس محمدی به هر حال جایزه برنده جایزه صلح نوبله، چیز کمی نیست، یک افتخاری است. من همش دنبال اتحادم، اتحاد ایرانیان توسعه گرا، اتحاد ایرانیانی که برای ایران دموکراسی میخوان، دنبال اینم. قطع به یقین اگه بخوایم 10 نفر بشماریم، 10 نفر خانم نرگس محمدی جز 5 نفر اوله. من نمیتونم بچه‌ها مطالبی که بالا رفته نمیتونم بخونم، اگه زحمت نیست یه بار دیگه بنویسید. قطع به یقین خانم نرگس محمدی از حیث مبارزه و از حیث تلاشایی که در زندگیش کرده و از حیث نگاه بین‌المللی جز 10 نفر اول، 5 نفر اول انسان‌های ایران دوست و توسعه گر است. بنابراین نمیشه که ما یه نفر دوست داشته باشیم و چون یه نفر دوست نداریم تخریبش کنیم. میز بزرگ ایران هم همین رو میخواد بگه. میخواد بگه همه ایرانیان، شاخص‌ها رو منظورمه، با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها باید باشند. من که میگم که نیما جان قطع به یقین آقای رضا پهلوی به دنبال اتحاده، اما کسانی که دارن این نوع شعارها رو میدن و به هم میریزن اونا نه. من فکر نمی کنم که خود آقای رضا پهلوی و طرفداران واقعیش بخوان علیه کسی شعار بدن، ولی یک اراده دیگری هست که میخواد اینا رو به هم بریزه. احتمالاً یه نفر هم آدم جذب کنه، یه نفر. من دیدم در اون اتحادی یا اون اجتماعی که در دانشگاه آمریکایی آقای پهلوی انجام دادن، یک آدمایی رو آورده بود که سیاسی نبودن ولی نشان میداد که ایشون آمادگی داره برای اینکه همه رو دور هم جمع کنه. بنابراین نباید همسال خانم محمدی، نرگس، آقای تاجزاده، جمهوری خان اینچنینی رو دفع کنیم. وجه جاذبه باید بالا باشه، وجه جاذبه، نه دافع. ما باید جاذبه داشته باشیم. درود خدا بر شما، انشالله که روز و روزگار خوبی داشته باشید. تشکر از نیمای عزیزم، تشکر از پاتریس که حمایت مالی انجام دادن و واقعا از ته دل دوستتون دارم. به عشق شما میام اینجا و 2 ساعت صحبت کنم. با اینکه مریضم و کلمه‌ام گرفته است. خدا یار و نگهدارتون.